با سلام و درود و احترام خدمت دوستان عزیزان، اساتید بزرگوار، روحانیونی که از لباس روحانیت نون نمیخورند، روحانیونی که وجدانش حفظ کردند، روحانیونی که شرفشون حفظ کردند و از این لباس ننگ فرار میکنند. سلام به شما. آقای قاضی عسکر، نماینده ولای فقیه در حج و زیارت، چند روزی هست این برابر صحبت میکنن از بنده که بنده سفیر قبلی ایران در عربستان اعلام کردم خودم رو و مسئله جو حج گفتم. اون کار خودتون بود. من که بارها و بارها تکذیب کردم. من هیچ سمت دولتی تو کشور نداشتم. من کارم آموزش بوده، کارم تدریس بوده، کارم تولید بوده، کارم نوآوری بوده، خلاقیات بوده. و درسته که به شما مشاوره دادم، حتی شخص شما نزدیک ندیدم، اما تمام افراد شاهدند که من 1 ریال نگرفتم. حالا اسم چند نفر من آوردم چند روز تو کلیپ‌های قبلی، رفتن سراغشون، اسمم نمیارم چون همه منو میشناسن. یک شخصی به عنوان مشاور مفت و مجانی، پولم نمیگیره، کره ماشینش هم خودش میده میاد که زیر بار منت شما نباشه. چون همتون بیسوادید، علم ندارید، آگاهی ندارید. یک آدم ضعیفی عین من، حالا 4 تا مسافرت خارجی رفته، 4 تا معامله خارجی کرده، 4 تا کلمه فایننس و نمیدونم ریفایننس و نمیدونم السینا رو میدونه، برای شما خدا شده بود و هست، چون شما اطلاعاتون ضعیفه. ما یه زمان تو شمال یه تیم والیبال داشتیم، با تیم رقیبمون همیشه بازی میکردیم. بعد یه روز کاپیتان مثلا انوش بود. گفتم انوش، گفت چیه؟ گفتم که تیم مقابل خیلی ضعیف شده ها. گفت نه رضا جان، ما قوی شدیم، شما روز به روز ضعیف‌ترید. ما افراد امثال ما که قوی شدن. کارشناس ندارید، کارشناسی بلد نیستید، ضمن اینکه امنیت شغلی ندارید. همه شما ارزشتون کشای تلفنه، همه رابطه است، ضابطه وجود نداره. من اینو قبول دارم که تمام انسان‌های کره زمین بر اساس یک رابطه‌ای به وجود اومدند. نمیشه ضابطه مندشون کرد، شک ندارم. شما هم ضابطه مند نمیشید، اما میشه برای روابط ضوابطی هم قائل شد. دیگران هم یه خورده دید. شما چرا میخواید برید مکه؟ چرا دوباره میخواید برید؟ آیا در بازه؟ آیا با روی باز میرید؟ با چی میرید؟ شما میدونید که حرفم میزنم 100% درسته. وهابی‌ها جمع جور شدن، میخوان از شما کینه بگیرن، میخوان زنا و ناموستون رو ببرن، ناموس ما البته، پولاتون رو ببرن، مدارک شما رو ببرن به عنوان غنیمت جنگی، تو بیابونای بین مدینه و مکه شما رو ول کنن، یعنی سگ ولتون کنن. ببخشید ها، به سگ توهین نشه. سگ صفت داره، شما همون هم ندارید. چرا میخواد ملت در کنید؟ باز میخواید بگو کرنا کنید. دوستان عزیزی که مکه میخواید برید، ثبت نام کردید، باز میخوان ببرن شما رو به کشتار بدن، یا با تو بگو کرنا کنن، آی وای اسلام و وای دین و وای فرام. نرید، بازی نخورید، پولتون رو بس بگیرید. بهتون بگم جهت اطلاع بگم خدمتتون، سفارت عربستان در هیچ جای دنیا دوستان برای ویزا پول نمیگیره، 1 قرون نمیگیره، 1 ریال خودشون نمیگیره. و هتل‌ها در اون زمان میدونید که اینا هتل اجاره میکنند، قیمت خیلی پایینه، اما اینا به این لفتگیست این کار عادت کردن. ضمناً بعد تبلیغاتیش هم براشون خیلی مهم. زمانی که من فاور دیدم، خوزستان بود، آمدم پیش جنتی، همین آقای علی جنتی که وزیر ارشاد بودن عوض شدن، استاندار بود. گفتم آقای جنتی، این فاو یه قتلگاست، صدام بخواد اجاره بگیره 24 ساعته میگیره. سرش انداخت پایین. آقای محمد درست میگی، ولی آقای هاشمی گفت تبلیغاتمون خوبه. میدونید چقدر ما اونجا جانباز و معلول دادیم؟ تصورش براتون مشکله. تو همون رودخونه بین ایران و اونجا و تو اون دشت ها اینا آهن خورده آهن میریختند. با هواپیمای جنگ جهانی دوم با این قضیه الوار بسته دوستان روی سر رزمنده ها میرفتن، اینا هم موجی میکردن، گوشاشون خون میومد. برای تبلیغاتشون خوبه. حکومت
ناموستون رو ببرند، بچه‌تون رو ببرند، زنتون رو ببرند، خودتون رو خاک بکنید، شما تبلیغات بکنید فعلا از این وضع خودتون خلاص به دور مردم یه تنش، ولی مردم نخواهند اومد و از مردم ایران خواهش میکنم نه در عربستان برشون بازه، نه روشون براتون بازه. این سفر ثواب که نداره، اند گناهه. به خفت و ذلت میخوام برید زیارت کنید. خدا آدم شجاع میخواد، آدم سربلند میخواد، نه که با خفت و زاری و با ترس و لرز. بدونید چقدر از زنها رو توی فروشگاه چه برای سرش در میرن، پول بهشون میدن، چه کارا میکنن. نمیخوام زیاد باز کنم، اما نرید. یه خواهش ازت دارم، بگین آقای حج و زیارت، ما پولمون میخوایم، پول اون زمانی که دادیم با قیمت دلار اون زمان. پول شما رو 7 سال 8 سال 10 سال تو بانک‌ها گذاشتن، همون کاری که رئیس قوه قضاییه کرد با بهره بانکی از ما میگرفت ماهی خدا میلیارد تومان، اینا هم همین کاری کردن با شما. الان میخواد یکم شما انصراف بدید پولتون هم بخورن، ولی نه، سفت وایستید. اینا نوکر شما هستن، باید خدمتگزار شما باشن، باید امر شما رو اطاعت بکنن، چون از جیب شما دارن میخورند. اون کلکی که اول انقلاب این آقای قرضی که الان وزیر انتخاب باز دور کاندید شده، ایشون اول استاندار خوزستان بود، خلاصه دیدن که بابا گند میزنه، آوردنش تهران کردنش وزیر پست تلگراف. ایشون خواهرزاده آقای دکتر بهشتیه به خاطر ارتباطی که بود. بعد چند تا مشاور زرنگ آورد دورای خودش، البته اومد دورش جمع، چون خودش هیچ چالش نیست. دوستان عزیز، مخابرات ایران اینطوری ساخته شد، پول از شما گرفتند، این یک معمار که از شما پول بگیره، خونه برای شما با پول خودت بسازه، با هزینه زیاد هم بسازه، بعد خونه که مال شماست به خودتون اجاره بده. خیلی بامزه است، نه؟ خیلی بامزه است. این کار کرده. از کلک‌ها زیاد در جمهوری اسلامی. حالا حج هم همینطوره. جا نزنید، سفت خواهان پولتون بشید. وقتی تعدادتون زیاد شد، قدرت در تعداد است. اینا جا میزنن، عقب نشینی میکنن و مکه رفتن بذار خودشون برند. بذار خودشون برند. شماها نرید وارد بازی ها نشید. چون شما میدونید بین مدینه و مکه با شما شب تا صبح برند، باید برید با ماشین. و اونها هم آماده هستن. اگه من میدونم به حرف من کمتر شک میکنید، اما بپرسید چه خبره؟ چه صابونی به تنش دارن میزنن؟ چه گروهایی دارن تشکیل میدن؟ چه برنامه‌ای میذارن کجاها این کارا رو بکنن؟ دیگه بیشتری توضیح نمیدم. آقای قاضی عسکر، اگه یه ذره وجدان دارید شما نکنید این کارو.